فصل 8 ایجاد یک زندگی جدید. پاسخهای درونیم به راحتی به من الهام می شود. نمیخواهم چاق شوم. نمیخواهم یک بازنده باشم. نمیخواهم پیر باشم. نمیخواهم اینجا زندگی کنم. نمیخواهم رابطم اینطوری باشد. نمیخواهم شبیه پدر و مادرم شوم. نمیخواهم به این شغل ادامه دهم. نمیخواهم موهایم، بینیم و هیکلم این شکلی باشد. نمیخواهم تنها باشم. نمیخواهم ناراحت و غمگین باشم. نمیخواهم بیمار باشم. شما برای بهبود بخشیدن به خود چه میکنید؟ موارد فوق به ما نشان می‌دهد که ما اساساً یاد گرفته‌ایم که با افکار و ذهنیت‌های منفی بجنگیم که اگر مثلا این کار را انجام دهیم اتفاقات مثبت به طور خودکار به سراغمان می‌آیند. این اتفاق اینطوری برایتان نخواهد افتاد. چه اوقاتی در مورد چیزهایی که دوست ندارید شکوه و شکایت می‌کنید؟ آیا این کار فایده‌ای هم داشته و شما به چه چیزی که خواستید رسیدید؟ اگر واقعاً می‌خواهید در زندگیتان تغییری ایجاد کنید، بدانید که جدال با اتفاقات منفی زندگی اساساً نوعی اتلاف بخت است. هرچه در برابر چیزهایی که دوستشان ندارید بیشتر جبهه بگیرید، بیشتر با آنها روبرو خواهید شد. ویژگی‌هایی در مورد خودتان و زندگیتان که از آنها متنفر هستید همیشه بوده و هست. هرچه را که در زندگی بیشتر مورد توجه قرار دهید بزرگتر و دائمی تر می شود. از این مسائل منفی فاصله بگیرید و تمرکز خود را روی این بگذارید که می خواهید چه کارهایی انجام دهید یا چه چیزهایی در زندگی داشته باشید. حال بیایید تاییدهای منفی بالا را به تاییدهای مثبت تبدیل کنیم. من لاغرم. من موفق هستم. من جوان و زیبا هستم. دارم به یک جای خوب نقل مکان می کنم. یک رابطه فوق‌العاده خوب دارم. من خودم هستم. من مو، بینی و هیکلم را دوست دارم. من از عشق و محبت لبریزم. من شاد و خوشحال و آزاد هستم. من کاملا سالم و سلامت هستم. تاییدها. یاد بگیرید که اگر هم می‌خواهید خود را تصدیق کنید، مثبت تایید کنید. تایید می‌تواند هر نوع شرایطی را که شما ایجاد می‌کنید در بر بگیرد. اغلب اوقات خود را تایید منفی می‌کنیم. تاییدهای منفی یعنی بگوییم من این را نمیخواهم، آن را نمیخواهم. مثلا بگوییم من از شغلی که دارم متنفرم. و این نوع جملات شما را به هیچ جا نمیرسانند. حال بگویید حالا من شغل جدیدم را که فرصت شغلی بسیار عالی است را میپذیرم. راه‌های زیادی را به سمت خودآگاهتان برای فراهم کردن این فرصت پیش رویتان قرار می‌دهد و همچنین به این جملات منفی در رابطه با خواسته‌های زندگیتان ادامه دهید. به هر حال نکته‌ای در اینجا وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. همیشه جملات خود را به زمان حال بیان کنید. مثلا بگویید من هستم یا من دارم. ذهن نیمه هوشیار شما شبیه به خدمتکاری سراپاگوش است که اگر چیزی را به زبان آینده از او بخواهید، من این را میخواهم یا این را خواهم داشت، پس خواسته هایتان همیشه در همان آینده و دور از دسترس شما باقی خواهد ماند. فرایند عشق ورزی نسبت به خود. همونطور که پیش از این گفتم، مهم نیست که مشکل چه باشد. تنها موضوعی که باید روی آن کار کنید عشق ورزیدن به خویشتن است که شبیه به یک عصای سحرانگیز است که با جادویش تمام مشکلات را از بین میبرد. زمانی را به خاطر بیاورید که
نسبت به خود احساس خوبی داشتید. این احساس آرامش تا چه حد بر زندگیتان تأثیر مثبت داشت و همینطور زمانی را به یاد بیاورید که عاشق شده بودید و در آن ایام انگار هیچ مشکلی نداشتید. خب عشق به خود باعث ایجاد احساسی خوب و آینده‌ای روشن پیش رویتان می شود تا جایی که از فرط شادی و خوشبختی می خواهید در آسمان پرواز کنید. اگر به خود عشق بورزید احساس خوشبختی و آرامش خواهید کرد. غیر ممکن است نسبت به خود به باور نرسیده و خود را تایید نکنید، اما اندک عشقی و محبتی نثار خود کنید. من می توانم همین جا و همین حالا تمام مخالفت‌ها را با خودم بشنوم. اما من همیشه خود را سرزنش کردم. چطور می توانم این را برای خودم بخواهم؟ معلم، والدین، همسرم همیشه مرا سرزنش و ملامت می کنن. چطور می خواهم با انگیزه باشم؟ اما برای من خوب نیست که این کارها را انجام دهم. چطور میخواهم تغییر کنم وقتی نمیتوانم حتی از خودم انتقاد کنم؟ به ذهنتان آموزش دهید. سرزنش کردن خود، مثلا مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، چیزی جز همراهی ذهن با سخنان قدیمی نیست. ببینید که چطور ذهنتان را آموزش داده اید تا شما را برای کارهایی که انجام می دهید ملامت کرده و در قبال تغییرها مقاومت کند. افکار فوق را کنار گذاشته و بر کاری که همکنون در دستتان دارید تمرکز کنید. بگذارید دوباره سراغ تمرینی که قبلا انجامش داده ایم برویم. به آینه نگاه کنید و بگویید من خودم را درست همانطور که هستم دوست دارم و قبول دارم. حالا چه احساسی دارید؟ آیا حالا بعد از بخشش این کار برایتان راحت تر نشده است؟ هنوز همین موضوع مهم است. خودباوری و خودپسندی کلیدهایی برای تغییر مثبت هستند. یک مدت بود که دچار خودانکاری شده بودم تا جایی که گاهی اوقات میبایست به صورتم سیلی میزدم. نمیدانستم خودپسندی یعنی چه. باور من از محدودیت‌ها و کمبودهایی که داشتم شکل گرفته شده بود و این باورها از هر چیزی قوی تر بودند. اگر کسی به من میگفت که دوستت دارم به سرعت واکنش نشان میدادم. چرا؟ چه چیزی در من دیدند که به خودشان اجازه دادند این را به من بگویند؟ یا اگر کمی شیک تر فکر می کردم، اگر آنها بفهمند که من به چه چیزی علاقه دارم دیگر دوستم نخواهند داشت. نمیدانستم که تمام اتفاقات خوب زمانی آغاز می شوند که شما خودتان را دوست داشته باشید و باور کنید. مدتی طول می کشد تا ما بتوانیم یک رابطه عاشقانه و صمیمی با خودمان ایجاد کنیم. ابتدا باید چیزهای کوچکی را که فکر می کردم از ویژگی‌های خوب من است را از بین ببرم. حتی کمک می کند تا سلامتیم نیز بهبود پیدا کند. سلامتی با عشق به خود آغاز می شود. بنابراین به خود محبت و عشق بورزید تا بتوانید خود را اینگونه ابراز کنید. و بعد باید یاد بگیرم تمام خصوصیات خود را، چه آنهایی را که به قدر کافی خوب نیستند، دوست بدارم و تایید کنم. و این زمانی رخ خواهد داد که من واقعا بخواهم خود را تغییر دهم. تمرین: من خودم را قبول دارم. من این تمرین را به صدها نفر دادم و نتیجه همه آنها خوب بود. برای ماه آینده چندین بار این جمله را با خود بگویید: من خودم را قبول دارم. این تمرین را حداقل 300 یا 400 بار در روز انجام بده. نه، زیاد نیست. وقتی نگران چیزی هستید بارها و بارها، حداقل چندین بار در روز به آن مشکل فکر می کنید. بگذارید جمله من خودم را قبول دارم مثل وقتی که چیزی را مکرر با خود تکرار می کنید بدون لحظه مکث بر زبانتان جاری باشد.
درست مثل خواندن سرود آهنگین ودا در هنگام پیاده روی. بنابراین گفتن این جمله که من خودم را قبول دارم راهی است تضمینی که شما می توانید با آن چیزهای ناخوشایندی را که در ذهنتان مدفون کرده اید دوباره بیرون بکشید. وقتی افکار منفی به سراغتان می آید، افکاری مثل چطور می توانم از خودم تعریف کنم وقتی انقدر چاقم، یا اینکه احمقانه است که فکر کنم انجام دادن این کار برام مفیده، یا حتی من خوب نیستم و یا هر جمله منفی دیگری که می توان گفت. وقت آن رسیده که کنترل ذهنتان را به دست بگیرید. اهمیتی به این افکار ندهید. فقط ببینید هدف از گفتن این حرفها چیست. اینها می توانند راهی دیگر برای گیر انداختن شما در گذشته باشند. خیلی آرام و خونسرد به این افکار بگویید من اجازه می دهم از یاد بروید. من به خودم باور دارم. حتی انجام این تمرین نتایج زیادی را در بر دارد، مثل اینکه به نظر احمقانه است یا به نظر درست نمی رسد. دروغه، این یعنی خودستایی. اگر این کار را انجام دهم دیگر چطور می توانم خودم را تایید کنم؟ بگذارید تمام این افکار از ذهنتان بروند. اینها تنها افکار محدود کننده هستند تا مادامی که به آنها اعتقاد نداشته باشید و آنها را باور نکنید هیچ تسلطی بر شما نخواهند داشت. من خودم را تایید می کنم. من خودم را قبول دارم. من خودم را تایید می کنم. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد. مهم نیست کی به شما چه بگوید. مهم نیست که چه کسی چه کاری در حقتان کرده است. فقط باید به راهتان ادامه دهید. در واقع وقتی می توانید به خود بگویید اگر کسی کاری انجام دهد و شما آن را تایید نکنید، باید بدانید که دارید مسیر پیشرفت و تغییر را طی می‌کنید. تا زمانی که ما به افکارمان بال و پر ندهیم، آنها از خود هیچ قدرتی ندارند. آنها به تنهایی خود اصلاً هیچ معنایی ندارند. ما هستیم که به آنها معنا می‌دهیم. بیایید به افکاری بال و پر دهیم که مایه پیشرفت ما هستند. بخشی از خودباوری نادیده گرفتن افکار و باورهای دیگران است. اگر من دائم به تو بگویم تو یک خوک بنفشی، شاید شما به من بخندید یا به این حرفم اهمیت ندهید و فکر کنید دیوانه شدم و بعید است که بخواید فکر کنید درست میگویم. هنوز هم خیلی از چیزهایی که ما آنها را باور میکنیم در واقع افکاری هستند که از واقعیت بدورند. اینکه معتقد باشید میزان ارزشتان به فرم بدنتان بستگی دارد با میزان باورپذیریتان به این جمله که شما یک خوک بنفش هستید ارتباط دارد. گاهی برخی از افکاری که ما فکر می‌کنیم در وجودمان اشتباه است، در واقع نوعی ابراز سلیقه ما هستند. اینها ویژگی‌های منحصر به فرد و خاص ما هستند. هیچ چیز در طبیعت تکراری نبوده. از وقتی که این سیاره به وجود آمد، هیچگاه 2 دانه برف شبیه به هم یا 2 قطره باران شبیه به هم از آسمان فرود نیامده. هر گل مینایی با گل مینای دیگر فرق دارد. اثر این انگشت ما با آن یکی فرق دارد. اصلا همه ما انسان‌ها با هم فرق داریم. در واقع طوری خلق شده ایم که با هم فرق داشته باشیم. وقتی این واقعیت را بپذیریم، دیگر جای هیچ رقابت و مقایسه‌ای بین هیچ چیز و هیچ کس باقی نمی‌ماند. سعی در شبیه دیگران شدن نوعی صدمه و آزردن روح است. هر یک از ما به این دنیا آمده ایم تا خودمان را معرفی و ثابت کنیم. تا وقتی یاد نگیریم که خودم را همان گونه که هستم دوست بدارم، در واقع شناخت درستی از خود پیدا نخواهم کرد. آگاهیتان را به کار بگیرید.
افکاری را در ذهن بپرورانید که برایتان شادی به ارمغان می آورند. کارهایی را انجام دهید که به زندگیتان رونق می بخشند. با کسانی معاشرت کنید که باعث مسرت و احساس خوب در شما می شوند. غذاهایی را بخورید که باعث سلامتی بدنتان می شوند. در زندگی قدمهایی را بردارید که باعث موفقیت و بهروزیتان می شوند. بذر گیاه. برای چند لحظه به بذر یک گیاه گوجه فرنگی فکر کنید. یک گیاه سالم می تواند بیش از 100 گوجه فرنگی تولید کند. اگر بخواهیم چنین گیاهی را با میوه هایش داشته باشیم، باید از یک بذر کوچک شروع کنیم. این بذر قطعاً شبیه به میوه گوجه فرنگی نیست. اگر ندانید که یک بذر می تواند به یک گوجه فرنگی تبدیل شود، باور نخواهید کرد که این اتفاق می افتد. به هر حال بیایید این بذر را در خاک حاصلخیز بکاریم. به آن آب دهید و بگذارید در معرض نور آفتاب باشد. وقتی اولین جوانه ها از خاک بیرون آمدند، با خودتان نمیگویید این گیاه گوجه فرنگی نیست، بلکه با خوشحالی به آن نگاه میکنید و میگویید وای این را نگاه، داره از خاک میاد بیرون. و اگر همچنان به آب دادن آن ادامه دهید و بگذارید از اشعه خورشید بیشتر استفاده کند و علفهای هرز اطراف آن را وجین کنید، قطعاً چیزی بیشتر از 100 گوجه فرنگی خوشمزه خواهید داشت و همه اینها از یک بذر کوچک شروع می شود. این در مورد داشتن یک تجربه جدید هم صدق می کند. خاکی که شما گیاهتان را در آن دفن می کنید ذهن آگاهتان است. بذر هم همان تایید و تصدیق های شماست و تجربه‌ای که باید کسب کنید هم در این بذر کوچک نهفته است. شما به این بذر با تاییدهایتان آب می دهید و با درخشش افکار مثبتتان بر این بذر می تابید. و باغچه را با از بین بردن افکار منفی وجین می کنید و زمانی که جوانه های این گیاه کوچک را می بینید نمی ایستید و بگویید همش همین، این که کافی نیست، بلکه در عوض به اولین شکاف ها می نگرید و با شادمانی آواز می خوانید وای دارد از خاک می آید بیرون، نتیجه داد. و بعد به رشد آن در حالی که مظهر و تجلی از خواست و میل شماست می نگرید. تغییرات تازه ایجاد کنید. حالا وقت آن است که فهرستی از نقاط منفی و نقاط ضعف خودتان تهیه و آنها را به ویژگی‌های مثبت تغییر دهید. یا اینکه می توانید تمام این تغییرات را که می خواهید در خود ایجاد کنید به صورت فهرستوار بنویسید. سپس از میان آنها 3 مورد را انتخاب کرده و آنها را به تعریف‌های مثبت از خود تبدیل کنید. فرض کنید فهرست تعاریف منفی شما مواردی از این قبیل باشند: زندگی من آشفته و مشوش است. من باید وزنم را کم کنم. هیچ کی منو دوست نداره. دوست دارم از اینجا نقل مکان کنم. از شغلم بیزارم. باید یه سامانی به زندگیم بدهم. تمام تلاشم را نکردم. خیلی هم در این کار خوب نیستم. سپس می توانید این جملات منفی را اینگونه تغییر دهید: می خواهم ویژگی هایی که باعث ایجاد چنین شرایطی شدند را از بین ببرم. دارم تغییرات مثبتی را در خود ایجاد می کنم. من بدن خوش فرم و سالمی دارم. هر جا می روم همه مرا دوست دارند. فضای زندگی بسیار گرم و صمیمی دارم. حالا شغل بسیار خوبی دارم. حالا دیگر به زندگیم سر و سامان دادم. از عمل کردم راضیم. من خودم را تایید و تصدیق می کنم. به روند زندگیم اعتماد دارم و می دانم که مرا به اوج می رساند. من لایق بهترین ها هستم و حالا دیگر این را قبول دارم.
این تعاریف و تاییدها همانهایی هستند که شما می‌خواهید در فهرست خود تغییر دهید. علاقه و تایید خود باعث می‌شود که در اطراف خود فضای امن احساس کنید. خود را سزاوار بهترین ها بدانید. به خود اعتماد کرده و خود را تایید کنید و این گونه حتی به بدنی خوشفرم و وزن دلخواهتان برسید. اینها ذهنتان را سازماندهی کرده، زندگی پر عشقی را برایتان رقم زده، شغلی خوب و همچنین یک محیط گرم و صمیمی برای زندگی کردن را برایتان فراهم خواهند کرد. این همان اعجازی است که باعث می شود یک گیاه گوجه فرنگی رشد کند و آماده مصرف شود. این اعجاز راهمان را برای رسیدن به آرزوها و تمایلات هموار می سازد. سزاوار بهترین ها هستید. آیا بر این باورید که سزاوار رسیدن به خواسته هایتان هستید؟ اگر نه، با این تفکر مانع رسیدن به آنها می شوید. شرایط خارج از کنترل باعث ناامیدیتان در رسیدن به خواسته ها می شود. تمرین: من لایق بهترین ها هستم. دوباره به آینه نگاه کنید و بگویید من لیاقت دارم تا فلان چیز را داشته باشم و یا فلان باشم و حالا دیگر این را قبول دارم. این جمله را 2 یا 3 بار به خود بگویید. چه احساسی پیدا می کنید؟ همیشه به احساسی که به سراغتان می آید دقت کنید. اینکه کجا و موقع گفتن هر حرف چه حسی پیدا می کنید؟ آیا این حس درست است یا اینکه هنوز هم احساس پوچی و بی‌ارزشی می کنید؟ اگر احساس می کنید که نسبت به خود منفی فکر می کنید، بنابراین به سراغ تعریف و تایید از خود بروید. من می‌خواهم الگوهایی را که باعث می‌شوند تا دانسته در برابر خوب بودن مقاومت کنم از بین ببرم. من لایق. انقدر این جمله را تکرار کنید تا به حدی برسید که خود را تایید کنید. حتی اگر مجبور شوید این کار را چندین بار به مراتب انجام دهید. فلسفه کلگرایی یا کلنگری. در دیدگاهی که ما برای ایجاد یک زندگی جدید داریم، میبایست از نگرش کلگرایی استفاده کنیم. در فلسفه کلگرایی به هستی و موجودیتمان، مثلا جسم، ذهن و روح خود میپردازیم و آن را تقویت میکنیم. اگر هر یک از این اعضا را نادیده بگیریم به تکامل نخواهیم رسید و در کل چیزی را در وجودمان کم خواهیم داشت. اینکه از کجا شروع کنیم اهمیتی ندارد. تنها میبایست تمام این نواحی را در نظر بگیریم. اگر از بدنمان شروع کنیم قطعاً میخواهیم آن را تغذیه کنیم و بفهمیم که چه ارتباطی بین انتخاب غذا و نوشیدنی مرتبط با آن وجود دارد و چه تأثیری بر سلامتیمان خواهند داشت. همه ما میخواهیم در مورد بدنمان همیشه بهترین انتخابها را انجام دهیم. در این خصوص می توانیم از گیاهان دارویی و ویتامین ها، خوددرمانی و درمان های خانگی استفاده کنیم و شاید هم بتوانیم از این درمان ها به طور ترکیبی استفاده کنیم. شاید ورزش هایی را که بیشتر به آنها علاقه‌مندیم انجام دهیم. ورزش را برای مقاوم کردن بدن و استخوان‌ها انجام می‌دهیم. علاوه بر انجام این، شنا کردن، تمرین رقص، ورزش تایچی، تمرینات نظامی، یوگا هم نوعی ورزش هستند. من پارچه ترامپولین خود را واقعاً دوست دارم و هر روز با آن تمرین می‌کنم. ترامپولین نوعی پارچه ضخیم است که از آن برای انجام عملیات آکروباتیک انجام می شود. از تخت راحتی برای آرامش بخشی و ریلکسیشن نقاطی از بدن استفاده می کنم. نوعی تخت که به فرم‌های مختلف تغییر شکل می دهد و حرکات کششی مختلفی را می توان با آن انجام داد. شاید بخواهید برخی از کارکردهای بدن را که افرادی چون
رولفینگ، هلرورک، ترگر ارائه کرده‌اند را مورد بررسی قرار دهید. رولفینگ نوعی مشتمل دردآور و سخت برای درمان تنش‌های روانی است. هلرورک تکنیک ماساژ شرقی بر اساس اصول طب سنتی چین. آنها معتقدند که انرژی حیاتی در کانال‌های غیرقابل رویت بدن جریان دارد و این گونه تجدید می‌شود. تریگر نوعی دیگر از ماساژ درمانی است. مثلا ماساژ دادن، بازتاب شناسی کف پا، کایروپراکتیک، درمانی که همگی برای بدن مفید هستند. کایروپراکتیک بیماری در اثر اختلال عمل اعصاب بروز می کند و برای درمان باید به ماساژ و جااندازی مفاصل و استخوان‌ها پرداخت. همچنین می توان از تکنیک الکساندر، بایو انرژیک، فلدنکرایز و تاچ فور هلث و ریکی هم نام برد که اینها هم برای سلامتی بدن بسیار مفید و حیاتی هستند. الکساندر با این روش عارضه کمردرد را مورد درمان قرار می دهند. بایو انرژیک نوعی انرژی درمانی است. فلدنکرایز این روش نوعی ورزش درمانی است. این روش به ارتباط بین بدن، مغز و اجزای دیگر بدن می پردازد. تاچ فور هلث نوعی درمان است که به تعادل انرژی بدن، آرامش، تفریحات، نگرش، استرس، احساسات و خلاصه همه چیز در زندگی می پردازد و معتقد است که هر چیزی در زندگی باید تعادل داشته باشد. ریکی نوعی آرامش بخشی و تکنیک درمانی ژاپنی است که با انرژی بخشی به نقاط مختلف بدن شفا بخش خواهد بود. در خصوص ذهن شاید بخواهید تکنیک های تصویری، خیالات هدایت شونده و تاییدها را امتحان کنیم. تکنیک های روان درمانی بسیاری وجود دارند که از آن میان میتوان به مکاشفه از هر نوعی هم که باشد برای آرامش بخشی به ذهن بسیار مفید و فوق‌العاده است. با این روش می توانید آگاهی و دانسته های خود را به سطح ذهن و در دسترس بیاورید. گاهی تنها کاری که می کنم این است که چشمهایم را می بندم و آرام می نشینم و از خود می پرسم چه چیزهایی هستند که می خواهم بدانم و سپس با کمال خونسردی منتظر پاسخ می نشینم. شاید پاسخ را بیابم و شاید هم پاسخی هم نگیرم. ولی حتما یک روز دیگر این اتفاق خواهد افتاد. گروه‌های بسیاری هستند که کارگاه‌های آموزشی متفاوتی را برگزار می‌کنند. مثلا گروه بصیرت، گروه آموزشی روابط عاشقانه، گروه طرفداران تجربیات، گروه کنکیز، گروه واقعیت بخشی و از این قبیل وجود دارند. بسیاری از این گروه‌ها آخر هر هفته یک کارگاه آموزشی برگزار می‌کنند. این کارگاه‌های آخر هفته‌ای کمک می‌کنند تا بتوانید دیدگاهی جدید و روشن در مورد زندگیتان در روزهای دیگر هفته داشته باشید. هیچ یک از این کارگاه‌ها نمی‌توانند تمام مشکلاتتان را برای همیشه از بین ببرند. به هر حال می توانند در کمک کردن به شما و تغییر و بهتر کردن زندگی امروز و حالتان دخیل باشند. در حوزه معنویات به دعا، مکاشفه و ارتباط با منبع والا و اصلی دست خواهید یافت. از نظر من برای بخشیدن و گذشت کردن عشق بی قید و شرط و مسائل معنوی و مذهبی تمرین کنید. افراد بسیاری در این زمینه فعالیت دارند، مانند کلیساهای مسیحی و رهبران مذهبی متافیزیک. می‌خواهم بدانید که راه‌های درمانی بسیار زیادی وجود دارند که می‌توانید آنها را امتحان کنید. اگر یکی از این راه‌ها جواب نداد، دیگری را امتحان کنید.
اما بدانید تمام موارد مذکور امتحان شده و مؤثر واقع شدند. نمیتوانم بگویم که کدام یک برای شما جواب خواهد داد. این چیزی است که شما باید در مورد خودتان کشف کنید. هیچ تکنیک، هیچ فرد و گروهی نمیتواند پاسخگوی تمام سوالات شما باشد. من هم نمیتوانم پاسخگوی تمام سوالات افراد باشم. من تنها رد پایی در مسیر رسیدن به سلامتی همادین و کلگرا هستم. در این زندگی جاودانه و ابدی که من هم جزئی از آن هستم، همه چیز کامل و بی‌نقص است. کامل و بی‌نقص و همچنان در حال تغییر. هیچ نقطه آغاز و پایانی وجود ندارد. تنها چرخه مستمر و دوره روزگار از ماده و تجربیات است. زندگی هرگز منتظر نمی ماند، توقف نمی کند و کهنه نمی شود. هر لحظهش تازه و با تراوت است. من کسی هستم که خالقی بزرگ و توانمند مرا آفرید و این قدرت عظیم نیرویی به من داد تا بتوانم زندگی و لحظاتم را بسازم. از اینکه میدانم دارای قدرت و اختیار هستم خوشحالم. اینکه میتوانم از نیروی عقل خود برای هر کاری استفاده کنم. هر لحظه از زندگی شروعی تازه از یک پایان است. این لحظه همکنون و همینجا نقطه جدید برای شروع من است. همه چیز در دنیای من خوب است.